15 سالم بود. تو خونه یه دوست پسرم بودم و حدود 10:30 شب بود. رو ترامپولین حیاط پشتیشون نشسته بودیم که رو به یه پارک کوچیک بودش. حیاطشون حدود 1 متری از اون پارک بالاتر بود و حصارهاش هم کمی پایین تر بودن. یعنی وقتی رو ترامپولین نشسته بودیم میتونستیم کل پارک رو ببینیم. البته تاریک بود و با نورهای توی حیاط کمی دیده میشد. داشتیم حرف میزدیم که ناگهان من از ترس تنم لرزید. حس کردم یکی داره نگامون میکنه و میخواد بدونیم هم داره نگامون میکنه. یادم همش دور و برم و نگاه میکردم و با کوچکترین صدایی از ترس میپریدم. دوست پسرم به هم میخندید اما ناگهان خشکش زد، پا شد و به یه چیزی توی پارک میخ شد. هی، یه مرد داره از اون درخت به ما نگاه میکنه. از ترس سکته کردم. با وحشت ازش پرسیدم مرد چه شکلیه؟ اونم گفت خیلی خیلی بلنده. قدش تا وسطای درخت میاد که یه اوکالیپتوس بزرگ بود. گفت فقط سر و شونش مشخصه و چشماشم به شدت برق میزنن. گفتم شاید داره دروغ میگه و میخواد چون میترسم اینجوری سر به سرم بذاره. واسه همین پا شدم و کنارش وایسادم و با چشمای خودم اون موجود رو دیدم. خیلی خیلی بلند بود و خیلی خیلی سیاه. با اینکه نور چراغ روش بود اما تاریک تاریک بود. چشماش خیلی میدرخشیدن و غیر عادی بلند بود. نمیتونست یه آدم باشه. از اون ورم دستاش به شاخه ها آویزون بودن و نمیتونست یه حیوانم باشه. خیلی ترسیده بودم. دوست پسرم گفت بدون سر و صدا برگرد و فرار کن تو خونه. اون دراز داشت میومد سمت ما. سرمو تکون دادم و گفتم نمیرم. یعنی از شدت ترس حتی نمیتونستم از جام تکون بخورم. یادمه که دوست پسرم داد میزد و میگفت زود باش فرار کن. دراز داشت نزدیک حصارا میشد. از اون فاصله یکم تونستم اون موجود دراز رو ببینم. داشت میومد تو حیاط. بالاخره به خودم اومدم و سری دویدم سمت در جلویی. موقع دویدن به پشتم نگاه کردم و دوست پسرم سرم داد زد و گفت به عقب نگاه نکن. دراز داشت از حصارها بالا می اومد. سرعتم رو بیشتر کردم و از پله ها رفتم بالا و رفتیم تو خونه. دوست پسرم دوباره گفت وقتی به عقب نگاه می کردی اون داشت از حصارها می اومد بالا تا بگیرتت. خانواده دوست پسرم مذهبی هستن و پدرش قسم میخورد که اون یه موجود شیطانی بوده و میاد آدم‌ها رو امتحان میکنه. حدود 1 ماه بعد دوباره با اون موجود مواجه شدم. دوست پسرم میگفت وقتی داشتیم آخرای شب با هم ویدیو کال میکردیم داشته از شکاف یه آلونک قدیمی پشت خونمون منو نگاه میکرده. شاید مرد سایه‌ای بوده و یا ورژن استرالیایی اسکین واکر. مطمئن نیستم. من حالا 19 سالمه و هنوزم نتونستم اون موجود دراز رو فراموش کنم.